رکس تیلرسون کاتب دولتی امریکا سازش هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را که سال 2015 هم به امضا رسیده است تنقید کرد. او گفت که این سند تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران را تنها به تأخیر گذاشته از اغواهای این کشور در خاورمیانه جلوگیری نمی‌کند. تیلرسون تاکید کرد که ماموریت پرزیدنت امریکا در یک تحقیقات 3 ماهه نه تنها اجرای سازش هسته‌ای از طرف تهران بلکه مطابقت و یا مخالفت اقدام‌های جمهوری اسلامی با منفعت‌های ایالات متحده را ارزیابی خواهد کرد. کاتب دولتی امریکا میگوید سازش با تهران کشوری هسته‌ای شدن ایران را فقط به تأخیر می‌گذارد، نه بیشتر از آن. مقامداران ایران بارها اصرار ورزیدند که برنامه هسته‌ای تهران هدفهای صرف آسایشته دارد، ولی تیلرسون تاکید میکند که این برنامه تهدید به نظم و ثبات عالم است. ایران سرپرست جهانی تروریسم و مسئول عمیق رفت چندین بحران و پایمال نمودن منفعت‌های ایالات متحده آمریکا در کشورهای شبیه سوریه، یمن، عراق و لبنان بوده حمله ها بالای اسرائیل را دستگیری میکند. ایران دور از نظارت میتواند راه کره شمالی را پیش گرفته جهان را از پس خود ببرد. رکس تیلرسون خاطر نشان کرد که ایران بر ضد ایالات متحده آمریکا حمله های کیبرنتیکی راه اندازی نموده، از جمله در سوی قصد به جان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نقش داشته است.